درود دوستان، امروز اومدم با درست کردن رشته خوشکار. 2 لیوان آرد گندم، 1 لیوانم آرد برنج، 2 لیوانم آب قشنگ مخلوط میکنید. یه حالتی که مثل که فرنی شما چیزی درست میکنید، مثل همون فرنی، یه مقدار رقیق، صفر باید نباشه. من کلا با آرد گندم درست کردم، ولی اصولا باید آرد برنج توش باشه. وقتی قشنگ مخلوط کردیم مقدار میذاریم بمونه. مخلفات داخلش هم که گردو خود شده هستش، شکر هستش، دارچین، اگر دوست داشتین هیل هم میتونید اضافه کنید. من اومدم چون گردو کم داشتم از کنجد استفاده کردم، شکر و کنجد و دارچین با کمی گردو مخلوط کردم. تاول داغ میکنیم با یه بارس یا رجمن، یه با پارچه این کار کردم که پارچه برداشتم، پارچه تمیز برداشتم، آش به روغن کردم، کف تاول رو مالیدم که داغ هستش. مواد رو روش ریختم. مواد میدونید هر مدلی که خودتون دوست دارین، مربع، مستطیل، ولی یه جوری باشه که باید مثل باغچه قشنگ بهتر بشه بیارین جلو. بعد وسطش رو مخلفاتی که گفتم بریزین، بعد قشنگ ببندین، بعد تو روغن سرخ کنید. برای شیرش هم میتونید 1 لیوان آب جوش و مقداری شکر که وقتی مخلوط شد اون وقت میتونین خوشکار و رشته‌تون رو برای چند ثانیه کوتاه داخلش بذارین، بعد نوش جان کنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. درست کنید، لذتش ببرید. تا اینجا اومدین لک یاد نره. کلا ببینید بدون امکانات هستش دارم کار انجام میدم. دوربین کنار گذاشتم، دوبارم دوربین افتاد، یعنی به سختی دارم فیلم میگیرم. امیدوارم که ازم حمایت کنی. ممنونم. روزتون خوش.